محسن دادش در خدمت هم مکرد باشه. چیکار کنیم برای تایی پشتشو هشتی کن، بعد این بغلش هم فیلش پایین باشه، فیل پایین بنداز، بالاش هم مرتب کن. فیلش صفر باشه ولی بالا نیاد. آره بالا نه، پایین باشه. بعد اینجوری گرد باشه. آره زیاد هم گرد اونجوری نه، اینجوری گرد باشه، یعنی بیاد به سمت پایین. اول با شونه 6 میلیمتر دامنه فیدم رو تعیین کردم، بعد صفر کلیپر رو انداختم، با تریمر و شیور تمیزش کردم، 1.5 گارد باز وصل کردم به 6. این کم کردن شونه ها به خاطر اینه که میخوام دامنه فیدم روشن باشه، همون دامنه کم که داریم نسبتا روشن باشه، یعنی خیلی توسی نباشه. بعد گارد ماشین رو میبندم، با خود 1.5 زیر نمره قبلی به صورت پرتابی با فشار دست خیلی کم حرکت میکنم. شونه ماشین رو در میارم، گارد ماشین رو باز میکنم، با خود کلیپر نمره 1 میلیمتر میشه، شروع میکنم به محو کردن خط صفرم. آلفا چی؟ اسمش چی بود؟ خواهم پایین خوردم. آره هادی آلفا. آره هادی گفتم اونجا داد دست شایع بهش. میخواستم برم گارد ماشین رو یه ذره کم میکنم، میشه 9 میلیمتر. یه چه عجیب کتاشون خراب کرد. چرا؟ کوتاه بلند کرد. در آخر با خود صفر کلیپر خط صفرم رو به طور کامل محوش میکنم. اگر جایی به خوبی محو نشده بود دوباره این مراحل رو انجام میدم. گارد ماشین رو باز میکنم، با 1 میلیمتر شروع میکنم، بعد یه ذره کمش میکنم و سعی میکنم خط رو محوش کنم. تاکسی خطی اینا میشه ولی خب طول میکشه. آره طول میکشه. من رفتم اینجا نمیخواستم همون للا بزنم، اصلا میخوام اقصه بزنم دارم نزدیکتر. آره منطقی بخوری. ولی خوب چایی اومدی دادم تنشی بچه ها سراغتو میگرفتم، حسین و بنداد و آره یه مدت بکنم قهر بودیم با آره همین دعوی کرده بودیم. گفتم محسن چه خبر نمیدونم. خب قسمت تیره فیدم و یا کپ بالایی که داریم و با شونه ماشین سبکش میکنم. زاویه شونم اینجا خیلی مهمه، به سمت خودم صافه، به سمت دیواره، نسبت به سر این خیلی مهمه. یوتیوب زدن یوتیوب هم میره چون ویدیو کامله دیگه از اول تا آخر برای سیو اینا خوبه. یوتیوب هم بیشتر برای خیلی آرش کردیده بودم. حالا یه شونه لیرینگ بر میدارم، شونه کوچیک، دامنه توسی فیدم و وصلش میکنم به دامنه تیره. به خاطر این شونه کوچیک برداشتم که سایم رو بتونم تو همون دامنه محدودی که دارم محوش کنم و بالا نرم، چون میخواستیم که سایش پایین بشه. اینجا هم زاویه شونه خیلی مهمه، دقت کنید بالای شونه به سمت خودمه، چون که باز نمیخوام بالا برم، بالایی قرار زیاد کوتاه نشه و بلندتر بمونه. یه فرم کم به زیاد کوچولو قرار ما تو این ناحیه داشته باشیم. حالا اگه دورای کوتاهی گذرونده باشیم میدونین دیگه، یه شورت گریجویشنه. آیفون بود اینا خیلی فرق میکرد اصلا. آره اصلا عکس خفن‌تر اصلا عکسی میرسید، بهتر عکسی میرسید، کوالیتی عکس بهتر میشد. الان یعنی پیجم اینه با شیائومی پوکو ایکس اینه، ببین آیفون بود چی میشه. اینقدر این عمل رو تکرار میکنم تا اون کپ بالا طبیعی تر دیده شه. بعد چند وقتش استوری کردم تو پیجم. آره دیدم نه استوری نوشتی داشت
دوز زده با همین وسایل دارن کار رو می‌کنن. هیچ آپشنی من ندارم. نه بابا هیچ همه این مراحل خیلی سریعتر هم میشه انجام داد. من اینجا با مشتریم خیلی دارم صحبت میکنم و طبیعتا سرعت کارم رو کم میکنه و تایم ویدیو میره بالا. بخوای بعضی جاها زاویه دوربین هم عوض کنی. مثلا احتمالا آخر شاید روبرو بگیرم، استایل موهاتینا معلوم بشه. آینه میگیری دیگه. آینه هم میگه. آینه میگیری. یعنی دوربین رو بذار پشت آینه میگیری. میرم سراغ خطوط خارجی سر، نکلاین. پلش نظر کنم جدی پلش هست هنوز اونجا یا نمیدونم. شاید آرایشگر خوبی داره خیلی نظارت نمی‌کنه. شاید موهای منو بد زد. دمت گرم، چه آدم خوبی هستی. اکثرا میگن بابا مردی که فعلا نه خب بعضی وقتا کله‌های آدم فهمیده.